درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم همگان صحتمند و سلامت هستید. شکر پروردگار کریم منان که باز به دیدار هم رسیدیم. حالا بنده حقیر شوکتی محمد برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز را برایتان پیشکش میکنم. اینک توجه کنید و نامگوی موضوعهای امروزه. دستی گدایی سوی خارج و دستی فشار و تهدید به سمت مردم. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از تاجیکستان قاطعانه طلب کرد که اسرارالدین رازقوف پسر زندانی سیاسی زبیدالله رازق بلا فاصله از بازداشت آزاد شود و شخصانی در بازداشتش دست داشته به جوابگری کشیده شوند. شرکت سامان بایک در ختلان می‌خواهد جوراب‌های مید این تاجیکستان صادر کند. رتاتسی میلیسه مردم آزار از وارخ به اشت. تماشابینان عزیز، پیش از آغاز برنامه سه خبری که چند روز آخر رسانه شد برایتان یادرس میکنم. معاون اول نخست وزیر تاجیکستان دولتعلی سعید با ارسال نامه به پرزیدنت بانک آسیایی رشد از این انستیتوت اقتصادی بین المللی 364 میلیون دلار کمک طلب کرد. در خبر دیگر خواندیم که امام علی رحمان در واخوریش با فعالان ولایت سوخت از چند نفر نام برد که با سوء استفاده از کووید 19 کیسه های خود را پر کردند. یک خبر دیگر این بود که دادگاه عالی امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را وظیفه دار کرد سندهای مالیاتی خود را پیشنهاد کند. در نظر اول این سه خبر هیچ ربط به همدیگر ندارند، اما در اصل آن بیانگری حقیقت دردناک در تاجیکستان است. معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در یک نامه‌اش به مساتسوگو اساکاوا پرزیدنت بانک آسیایی رشد از او طلب کمک کرده نوشته است تاجیکستان گرفتار یک فورس ماژور شده برای جلوگیری از تاثیر منفی کووید 19 برنامه عبارت از دو قسمت تهیه کرد که برای اجرای آن 364 میلیون دلار ضرور است. به گفته دولتعلی سعید قسمت اولی برنامه با مبلغ 176 میلیون و 500 هزار دلار یا خود 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی برای بخش تندرستی و حمایه قشر آسیب پذیر جامعه روان شده است. قسم دومی برنامه 188 میلیون دلار یا خود 1 میلیارد و 900 میلیون سومانی بوده برای تأمین بیخطری آذوقه‌واری و دستگیری صاحبکاران از جمله صاحبکارزنان نگرانیده شده است. دولتعلی سعید نوشته است که تاجیکستان به این مبلغ‌ها سخت احتیاج دارد چون کشور به کمبود مالی روبرو می باشد. تماشابینان گرامی، قبلا یادتان باشد خودی امام علی رحمان یک چنین نامه به صندوق بین المللی پول نوشته بود. اکنون نامه معاون سروزیر ماه ایون ارسال شده اما جزئیات آن اکنون رسانه شدند. امکان زیاد وجود دارد که چنین نامه ها به چند سازمان کشورهای دیگر نیز ارسال شده اند، البته با طلب گدایی. این همه نامه ها البته طلب کمک بنابر بحران برخاسته از کرونا ویروس و خودی پاندمی که بخش تندرستی کشورهای زیادی را به مشکل روبرو کرده است چیزی نوی و یا خاصی تاجیکستان نیست. این را همه می‌دانیم. کشورهای زیاد با درخواست کمک به انستیتوت‌های مالیوی بین المللی و اقتصادهای پیشرفته مراجعت کردند. اما اینجا چند نقطه هست که باید بالایش توجه شود. تماشابینان گرامی حتما اهمیت دهید. دولتعلی سعید نوشته است انتظار می رود میزان بیکاری در کشور تا پایان سال 6.1% بالا رفته شمار بیکاران به 100,000 نفر رسد.
البته منظور مقامات از بیکاران آنهایی هستند که خود را رسما چون بیکار به قید میگیرند. حکومت تاجیکستان 2 میلیون مهاجر کاری را که برای دریافت کار به روسیه و دیگر کشورها سفر میکنند بیکار نمی حسابند. 6.1% را معاون سروزیر در حال ذکر میکند که تا شروع پاندمی کرونا ویروس بیکاری در تاجیکستان 2% گفته میشد. 2%. همچنین این منصبدار تاجیک در نامه اش ذکر کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان بنابر پیشبینی حکومت از 7.5% تا به 2.4% پایین می رود. این ادعای معاون سروزیر بار دیگر این حقیقت را که مقامات پیوسته به مردم دروغ میگویند ثابت میکند. هفته گذشته وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده ضمن بررسی تغییرات به قانون بودجه 2020 در پارلمان گفته بود رشد اقتصاد در سال جاری 4.7% خواهد بود. متاسفانه آماری که حکومت تاجیکستان میدهد یگانه دروغ نیست که به مردم ارائه میکند. قریب 2 ماه در حالی که ویروس کرونا با سرعت در کشور پهن میشد مقامات وجود آن را انکار میکردند. خود رئیس جمهور باشد با خانواده‌اش و اکثر کل اعضای حکومت از ویروس فرار کرده در پناهگاه یا خانه‌هایشان پنهان شده بودند. اما رسما وجود کرونا ویروس در کشور را رد و آنهایی را که از آن خبر میدادند به فتنه انگیزی متهم مینمودند. اقرار عبدالله رهنما در یادتان هست؟ در صفحه فیسبوکش نوشت که او دیرکتور یک مکتب کلان است. عبدالله رهنما در صفحه فیسبوکش نوشت که هرچند مکتب بچگان درس میخواندند من فرزندان خود را به مکتب رفتن نمیماندم چون میدانستم که الکی در تاجیکستان کرونا ویروس هست. حکومت تاجیکستان نه تنها به مردم دروغ میگوید بلکه در برخی مسائل اصلا چیزی نمیگوید در حالی که باید با تمام جزئیاتش بگوید. تاکنون بانک آسیایی رشد به تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض و برای دستگیری خانواده‌های مهاجران در شرایط مشکل قرار گرفته 30 میلیون دلار اختصاص داده است. همچنین صندوق بین المللی پول 189 میلیون و 500 هزار دلار قرض با امتیاز و بانک جهانی باشد 11 میلیون و 300 هزار دلار برای مبارزه با کووید 19 و اثری منفی آن به اقتصاد به تاجیکستان جدا کردند. چند کشور از جمله چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکیه، امارات متحده عرب و غیره کمک‌ها در شکل مواد دارویی را همچنین خوراکواری و حفاظتی را ارسال کردند. اما مقامات کشور حتی برای 1 دلار این کمک‌ها به مردم حسابات نمی‌دهند و نمی‌گویند که آنها کجا شدند. حداقل باید از 30 میلیون دلار بانک آسیایی رشد برای خانواده‌های مهاجرین، 5000 تن گندم قزاقستان، چند واگن کمک ازبکستان و چین که باید مستقیما به دست مردم میرسیدند هیچ اطلاعی داده نشده است. تا حال حتی یک موردی دریافت کمک از جانب خانواده‌های مهاجرین رسانه‌ای نگردیده است. البته برخی مقامات اعلان کردند که در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری 100,000 عائله‌های کمبضاعت کمک پولی عنوانی اجتماعی در یک سال 400 سومانی یعنی هر 3 ماه پس 100 سومانی برخوردار می شوند. ولی کسی تا حال چیزی نگرفته است و این گونه وعده های مقامات که چون وعده باقی می مانند همین خیر رفتن گرفته شده است.
این گونه وعده بازی 12 سال است که دوام دارد. همچنین به 1 سال تقسیم کردن کمکی که الکی رسیده است میتواند به این خاطر باشد که آن را چون گزارش به کمک دهنده آماده کرده اند و بعد خاموش شدن سر و صداها کمک پولی هم قطع می گردد. البته چند موردی رسانه‌ای شده رسانیدن کمک ها به مردم و مؤسسه های طبی وجود دارند. برای مثال تقسیم کمک های بین المللی از نام شرکتی اوستا گروه متعلق به رستم امامعلی، از نام داماد رئیس جمهور شمس الله صاحبوف به مردم ختلان و غیره را در رسانه ها خواندیم. کمک های بین المللی بودن آنها را ما ثابت کرده بودیم. تماشابینان گرامی دقت دهید. اکنون اینجا 2 سوال به میان می آید که خاله بیغم های عائله رئیس جمهور باید جواب دهند. اگر کمک های به مردم داده شده از نام پسر و دختر داماد خسر بچه های رئیس جمهور واقعاً از حساب خودشان باشد، پس کمک های بشردوستانه کنی کجا شدند؟ سوال دیگر، اگر آنها همان کمک های بین المللی باشند، باقی مانده اشان کجا شدند؟ در حالی که خانواده رئیس جمهور تمام کمک های رسیده از خارج را از خود کرده است و مردم را لایق دانستن کجا شدن حتی $1 آن نمیداند، خود امامعلی رحمان چند گناهکاری را پیدا کرد که میخواستند با سوء استفاده از ویروس کرونا مبلغ به دست آورند. امامعلی رحمان در ملاقات با فعالان سوخت تاکید کرد که مسئولان باید خراجات مقصدناک و سراغوی کمک های بشردوستانه، تأمین مؤسسه های تندرستی با تجهیزات طبی، داروواری و مواد بی‌ضررگردانی را جدی نظارت نمایند. رئیس جمهور گفت سنجش های پروکوروری حالتهایی را آشکار نمودند که شخصان علاهیده از وضعی به میان آمده استفاده برده به فریب استعمال کنندگان دست داده اند. مدیر انبار بیمارخانه مرکزی شهر کانبادام مومنوف از تشکیلات جمعیتی امداد غیرت 15 دانه لباس مخصوصی طبی را به مبلغ 120 تومان خریداری نموده آن را به اساس و غیر قانونی با نرخ 250 تومانی فروخته است. ساکن شهر اسفره پولاتوف باشد در دوام ماه می سال روان به اجازتنامه مقامات دولتی و به تامین شرایط داخلدار و استحصال محلول طبی انتیسپتیکی مشغول گردیده 22 می سال 2020 غیر قانونی 3200 عدد محلول انتیسپتیکی قلبکی آماده نموده اش را در بازار شهر و فروش برآورده است. غیر از این او تکراراً 23 می سال روان 2400 عدد محلول انتیسپتیکی غیر قانونی آماده نموده اش را به ساکن شهر اسفره جرایف به مبلغ 4320 تومانی فروخته است. نسبت به نام برده 18 ایون سال 2020 پرونده جنایتی آغاز گردیده است. تماشابینان گرامی گپ را شنیدید می؟ این گپ رئیس جمهور بود. به گفته رئیس جمهور در نتیجه سنجش ها در این سمت 45 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. 45 پرونده برای آنهایی که چند هزار سامانی را از خود کرده اند. اما آنهایی که میلیون ها دلار را دزدیده اند در اطراف خود رئیس جمهور قرار دارند. مزح کرده صدقه ها را به انبار زیر کرده فروخته و صدقه پری صدقه کرده گشته اند. صدقه را میگیرند به یک کسی دیگر با صدقه میکنند از نام خودشان. صدقه پری صدقه. به یگان تینش گزارش نیست. به یگان تین اینها گزارش نیست. اکنون نگرید. امریکای ابرقدرت را بینید. این گردنقفس ما دونالد ترامپ را در بزرگمنشی یک شته به عاقب زده است.
اگر در رسانه ها خوانده باشید، دیروز دادگاه عالی آمریکا رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ را وظیفه دار کرد که تمام حجت های مالیاتیش را پیشنهاد جامعه کند. دقت دادید؟ تماشا بینان. دادگاه آمریکا از دونالد ترامپ نخواست که درباره مصرف بودجه این کشور پول مردم و غیره حسابات دهد، چون در آمریکا این همه آشکار است و مردم میداند هر تینش کجا می رود. دادگاه از ترامپ طلب کرد که درباره مالهای شخصیش حسابات دهد. درباره مالهای شخصی. این هم در حالی است که دونالد ترامپ تا رسیدن به منصب ریاست جمهوری میلیاردر بود و نه تنها از بودجه ندزدید، چون این کار در ایالات متحده آمریکا غیر امکان است، بلکه از دارایی های خودش مصرف کرد. اما امام علی رحمانی ما چی؟ تا رسیدن به قدرت حتی یک کاستیومی حسابی نداشت و برای شرکت در سیسه 16 شورای عالی آن را از یک معلم به امانت گرفته رفته بود. حالا نه تنها خودش، بلکه پسر و چند دخترش و دادر عروس و خداهایش میلیاردر شده اند. اما این بنده خدا نمیخواهد نه تنها درباره دارایی خودش، حتی درباره پول مردم، یعنی بودجه و کمک های رسیده از خارج که آن هم برای مردم ارسال شده اند حسابات دهد. نه تنها دارایی کشور را می دزدد و کیسه مردم را خراب می کند، حتی صدقه رد بلای آمده را هم از خود می کند. تماشابینان گرامی، اکنون نوبت گزارش مختصری خبرهای روز. همکارم صفیه در خدمت شما خواهد بود. سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ از تاجیکستان قاطعانه طلب کرد که اسرارالدین رازیقов پسر زندانی سیاسی زبیدالله رازیق بلافاصله از بازداشت آزاد شود و در زمینه بازداشت خودسرانه تحقیقات انجام شده شخصانی در بازداشت اسرارالدین رازیقov دست داشته به جوابگری کشیده شوند. هومن رایتس واچ این اظهارات خود را همین روز 10 ایول در وبسایت خود نشر نموده ضمن اظهارات نوشت که بازداشت رازیقov از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان خودسرانه بوده، مقامات هیچ دلیلی برای بازداشت او پیش نگذاشتند و هم خویشاوندانش از وضع صحتی و حال او بیخبرند. یادآور می‌شویم که اسرارالدین رازیقov 38 ساله پسر زبیدالله رازیق عضو سابق ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که به 25 سال زندان محکوم شده است، روز 26 ایون در راه به سوی بازار کاروانی شهر دوشنبه از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شده است. نزدیکانش میگویند اسرارالدین رازیقov تا زمانی بازداشت مرموزش در بازار کاروان به فروش لباسهای کودکانه مشغول بود. با گذشت 2 هفته از بازداشت رازیقov تا حال این نهاد درباره این حادثه هیچ شرحی نداده است. حسامالدین رازیقov برادر اسرارالدین که در اروپا پناهنده است، بعد بازداشت برادرش به رادیوی پیام گفته بود که معلوم نیست که او در چی گمان بر می شود. حسامالدین تخمین زده بود که برادرش را به خاطر آن بازداشت کردند که مثل دیگران در برابر دوربین نسبت راهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدگویی کند. هیو ویلیامسون رئیس برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی هومن رایتس واچ میگوید بازداشت خودسرانه اسرارالدین رازیقov بخشی از تلاش‌های افزاینده مقامات تاجیک برای ایجاد ترس در میان منقدان حکومت و دیگر اندیشان معتدل میباشد. با گفته کارشناس دیدبانی حقوق بشر از میانه‌های سال 2015 مقامات تاجیک بیش از 150 نفر را بر اساس انگیزه‌های سیاسی بازداشت کردند و در میان آنها حقوقشناسان، منقدان و اعضای سازمان‌های سیاسی میباشند. در ولایت خاتلون کارخانه سامان بایک به استحصال جوراب‌های تاجیکی آغاز کرده تلاش دارد آن را به خارج صادر کند. در شرایطی که بسیار کارخانه‌ها از نبودن فضای مساعد برای کار شکایت دارند، سامان بایک می‌خواهد جوراب‌های مید این تاجیکستان را بازارگیر کند. کارگاه جوراب بافی در شهر باختر مرکز ولایت خاتلون از سوی یک صاحبکار محلی تأسیس یافته است. بعد از سقوط اتحادیه شوروی این اولین کارگاه استحصال جوراب‌های تاجیکی میباشد که در مرکز ولایت خاتلون به فعالیت آغاز میکند.
کارگاه سومونبایک حالا چندان بزرگ نیست و سالانه همگی 1 میلیون دانه جوراب تولید میکند. ارزش یک جورابی کارخانه از 3 تا 6 سومانی است. مسئولین کارخانه میگویند نیت دارند سالهای آینده تعداد کارمندان و حجم تولید را زیاد کنند. کارگاه نوی استحصال جوراب‌های تاجیکی تازه به کار شروع کرده، معلوم نیست که تا کجا میتواند با شرایط تجارت در تاجیکستان مطابق شود. کارخانه‌های مثل سومونبایک در ختلان حالا با مشکل‌های زیادی روبرو هستند. از جمله شرکت بزرگی رسانده صاحبکار نصرت‌الله فیض‌الله‌یف ده‌ها هزار سومانی از اندوز قرضدار بوده، فعالیتی نظررسی ندارد. ولایت ختلان سالهای اخیر در بافتن جوراب و صادرات آن به خارج کشور تجربه دارد. اولین بسته جوراب‌ها از یک کارگاه نساجی در ناحیه یاوان هنوز 1 سال پیش به بازارهای روسیه راه یافتند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که تلاش می‌کند سهم صنعت را در اقتصادیات بالا برند. اما منتقدان می‌گویند تصمیم‌های حکومت برای این کار بیشتر در سطح شعار و روی کاغذ باقی ماندند و اقدام عملی دیده نمی‌شود. بلند بودن انداز، دسترس نبودن قرض‌های بانکی و قاعده‌های نانوشته از مشکل‌های اصلی تجارت در تاجیکستان گفته می‌شود. شهرزاد پیرانزاده، کارمند ملیسه منطقوی شعبچه کارهای داخلی واروخ را که نامش پس از یک ماجرای زنازنی او با ساکن سالمند این منطقه رسانده شد، ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت برای کار به شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت گذرانده است. ماجرای زنازنی شهرزاد پیرانزاده با ساکن جماعت واروخ اسلام احمدов و همسر او در پیش چشم ده‌ها نفر روی داده روز 10 ایون در یوتیوب نشر شد و بیانیه فعالان جامعه را به میان آورد. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی بر پایه شکایت ساکنان واروخ از دادستانی شهر اسفره و وزارت کارهای تاجیکستان تحقیق حادثه و دادن بهای حقوقی بر رفتار شهرزاد پیرانزاده را تقاضا کرد. قبلا دادستانی گفته بود که قضیه را تحقیق میکند. نماینده حقوق شناسی سابقه دار صالح جان جورایف به رادیوی آزادی در شرح این قضیه گفته است: اگر در حقیقت شاهدان باشند و واقعه در پیش چشم مردم سر زده باشد، میلیسه که شخص را زد و زنازنی کرده است، نه اینکه از کار رانده می شود، بلکه با ماده 316 کودکس جنایتی برای برآمدن از حد وکالت‌های منصب حتما به جوابگری جنایتی کشیده می شود. ولی اگر او را به جای جزا رتاتسیا، یعنی تنها جای کارش را عوض کرده باشند، معلوم می شود که در این سیستم پشتیبان دارد. رادیوی آزادی می نویسد خود شهرزاد پیرانزاده قضیه را نخواسته است به طور کامل شرح دهد. آزیا پلوس می نویسد نرخ گاز مایع در نقطه‌های سوزشواری پایتخت تاجیکستان تا 1 ماه اخیر به اندازه بیش از 50% بالا رفت. وارد کنندگان این نوع سوزشواری گرانشوی آن را به بالاروی نرخ یک لخت آن مربوط می دانند. بیش از 60% مالکان افت-ماشین‌ها در تاجیکستان از این نوع سوزشواری استفاده برده، هنوز آخر ماه می در نقطه‌های سوزشواری هر لیترش با نرخ 2 سومانی و 50 درم فروخته میشد. امروز 1 لیتر آن علاکه 3 سومانی و 80 درم ارزش دارد. این نوع سوزشواری به تاجیکستان اساساً از قزاقستان وارد می شود. در شرکت‌ها قید می‌کنند که در موسم حاصلخونداری طلبات به گاز مایع در این کشور چندین مراتب می‌افزاید و متناسباً نرخ صادراتی به آن نیز بالا می‌رود. لیکن تصدیق گفته‌های شرکت‌های وارد کننده گاز مایع را درباره گرانشوی نرخ یک لخت آن در قزاقستان نه در سامانه‌های ساختارهای داخلدار و نه در واسطه اخبار عامه این کشور دیده نمی‌شوند. در خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان می‌گویند بنابر موجود نبودن سوبیکت‌های خواجگی‌داری که در این بازار موقع حکم فرما داشته باشند، آنها به دخالت در جریان نرخ‌گذاری گاز حقوق ندارند. این هم در حالی است که نفرانی نزدیک به عائله رئیس جمهور با نام‌های گوناگون شرکت باز کرده، تجارت سوزشواری را مونوپول کردند. با جز عائله رئیس جمهور، هیچ تاجری از خارج به تاجیکستان برای فروش سوزشواری وارد کردن نمی‌تواند. تاجیکستان همه ساله به زیاده از 400,000 تن گاز مایع نیاز دارد. بنا به معلومات وزارت انرژتیک سال گذشته به جمهوری بیش از 430,000 تن گاز مایع وارد گردیده بود. این بود مطلب‌هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، فکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام.net همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند.
این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا به پایگاه پیام نقطه نیت. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.